لپتاپ توشیبا 2018 $87 این لپتاپ، $87. اینم همینطور. اینجا شهر الکترونیکی آکیهابارا در قلب توکیوه. هر چیز الکترونیکی که فکرشو بکنید میتونید توی این منطقه پیدا کنید، از لپتاپ دست دوم تا دوربین دست دوم. 93% نوشته. این لپتاپ ها همه دست دومه. دوربین های دست دومه. بذاریم مثال براتون بزنم. این 5D مارکتیری کنون یه میکرو رو، ای خدا، این ماکرو هایر فقط $75. این مکبوک پرو فقط $160. گرونه.